به نام خدا. در این ویدیو قصد داریم که درباره پیتی پروفایل و همچنین کالیبراسیون دیتاهای PVT بحث کنیم. مثال که در ویدیوی اول رو انجام دادیم و با هم باز میکنیم. تو این قسمت میتونیم ما کاری که قبل انجام دادیم رو باز کنیم. من به اسم یک سیوش کرده بودم، بازش میکنیم. همونطور که میبینید این شماتیکی بود که در مثال قبلی با توجه به داده هایی که وارد کردیم برای ما نرم‌افزار اونو رسم کرد. قسم نود آنالیسیس رو میزنیم. فشار خروجی رو 300 وارد کردیم. ران رو میزنیم که نرم‌افزار برای ما نمودارهای IPR و TPR رو محاسبه کنه. مهمترین نکته در نمودار IPR TPR نقطه تقاطع اونها یا همون دبی نچرال فلو می باشه که میبینیم اینجا برامون 8846 پشت در روز به دست اومده. یه نکته مهم این پروفایل پلاته. پروفایل پلات منظور فشار نمودار الیویشن در مقابل فشار برای ما رسم میکنه، یعنی فشار در طول مسیرش چه تغییراتی داشته. زمانی که داخل مخزن بود فشار 3600 PSI بود، در طول حرکتش از درون شبکه‌ها تا میرسه به ته چاه فشار در حدود 2495 PSI میشه و این هم فشاری که در طول مسیر حرکتش به سمت بالا اومدن داره که نهایتا ما چون خودمون فشار 300 وارد کردیم این نقطه فشار سطحش 300. این پروفایل ریزالت که نمودارش رو داریم میبینیم، این عددی که اینجا به ما میده باید با همون عددی که از نقطه برخورد IPR TPR به دست میاد با هم برابر باشه. همونجوری که میبینید اینجا 8846 تو اینم 8846. یه راه دیگه برای باز کردن این نمودار اینه که از طریق خود اینجا که پیتی پروفایل داره که کنار نودال آنالیسیس هم هست اینو میزنیم. صفحه اصلیش اینطوریه. چیزی که از ما میخواد اینجا به ما میگه چه وریبلی رو من میخواد برای شما محاسبه کنم و اگه هر کدوم از اینا رو بخوایم انتخاب کنیم، به فرض اگه ما اوتلت پرشر رو بخوایم باید دو تا از این پارامترها رو بهش بدیم. یعنی ما یه اینلت پرشر داریم که معمولا فشار مخزنه، یه اوتلت پرشر که فشار سطح و لیکوید فلو ریت. ما اینجا میخوایم ببینیم لیکوید فلو ریتمون چقدر زمانی که فشار سطحمون 300 باشه. ران میزنیم. همون نموداری که قبلا برامون کشید و اینجا برامون میاره. همونجا که میبینید دبی هم در اینجا 8846. یه نکته اینه که ما میتونیم تو این پیتی پروفایل فشار مختلفی رو امتحان کنیم. یعنی میگیم به فرض ما میگیم میخوایم سر چاهمون فشار 500 PSI باشه، یعنی چیزی که انتظار داریم اینو میخوایم برای اینکه بتونیم بعداً سیال رو به سمت لوله های جریانی انتقال بدیم و سیال بدون نیاز به پمپ بتونه انتقال پیدا کنه. میگیم ما فشار سرچاه 500 میخوایم. حالا میخوایم ببینیم چه ریتی باید داشته باشیم که این فشار 500 رو برای ما بتونه ایجاد کنه. ران میزنیم. میبینید که اینجا اگه دبی 6000 یعنی با این فشاری که ما میخوایم با دبی 6412 باشه، اگه از این بیشتر شه قطعا فشار کمتر میشه. پس ما باید ببینیم که اول چه فشاری رو انتظار داریم، چه فشاری رو میخوایم، با استفاده از اون به نرم‌افزار داده ها رو وارد کنیم. بحث بعدی که اینجا میخوایم مطرح کنیم بحث کالیبراسیون داده های PVT. یه توضیح مختصری درباره کالیبراسیون اینجا ارائه بدم به شما که اینه که نرم افزار میاد روابط تجربی رو، یعنی با استفاده از روابط تجربی خواص PVT رو برای ما به دست میاره. ما خودمون میدونیم که در آزمایشگاه، یعنی با نمونه گیری از سیال و فرستادن اون به آزمایشگاه، با انجام دادن یه سری تست های مخصوصی که تو درس خواص سیارات حتما با اونا برخورد داشتیم و من یه نمونه از اون تست ها رو آوردم که مثلا تست فلش واپوریزیشن تست یا که تو کتاب معمولا به اسم CCE یا Constant Composition Expansion است. با استفاده از این تست پی بابل رو میتونن اندازه بگیرن، تراکم پذیری رو میتونن اندازه بگیرن، یا یه تست دیگه مثل لیبریشن تست
که تو این تست میتونیم خواص گاز مثل BG و Z فاکتور یا RS رو هم میتونیم باهاش به دست بیاریم. پس تو با استفاده از یه سری دیتا ها داریم که با استفاده از کورلیشن برامون حساب میکنه نرم افزار. یه سری دیتا هاست خودمون میتونیم تو آزمایشگاه با نمونه گیری بریم با تست‌های مختلفی که هست اون پارامترها رو به دست بیاریم. ولی چیزی که ما میخوایم اینه که ما باید اون روابط تجربی رو با استفاده از این نتایج آزمایشگاهی تیون کنیم یا همون کالیبره کنیم. برای کالیبراسیون این کار رو میکنن. ما میدونیم که کورلیشن برای ما به فرض برای اویل کامپرسیبیلیتی یا همون تراکم نفت میبینیم که با استفاده از کورلیشن همچین چیزی رو برای ما داده نرم افزار. خودمون تو آزمایشگاه یه نقطه رو اندازه گرفتیم، این مقدارش شده. حالا با استفاده از این کالیبراسیون میاد این کارو میکنه، میاد نمودار رو با توجه به اون مقداری که به دست اومده تطابق میده، نمودار رو یه جوری شیفت میده به اون داده‌ای که به دست اومده. برای پارامترهای دیگه هم میبینیم که برای ویسکوزیته نفت میبینیم که ما اولین یعنی حالت اولش این بوده کورلیشن، ولی دیتاهایی که اندازه گرفتیم اینجا بوده. میبینیم که نمودار میاد شیفت پیدا میکنه به سمت اون داده‌ای که به دست اومده. اینجوری میشه که کالیبراسیون رو ما میتونیم انجام بدیم. خیلی مهمه که حتما کالیبراسیون رو انجام بدیم چون تو نتایجمون خیلی تاثیر داره. هرچقدر کیفیت و کیفیت داده هایی که ما به نرم افزار وارد میکنیم بهتر باشه، به مقدار واقعی نزدیکتر باشه، قطعا نتایجمون بهتره و عدم قطعیت تو اونا کمتره. حالا برمیگردیم سراغ نرم افزار و این تیون کردن این کالیبراسیون رو توی نرم افزار هم انجام میدیم. برای این کار داده هایی که ما قبلا برای سیال تعریف کردیم میتونیم به دو راه میتونیم به اونجا وارد شیم. یکی این بود تو کامپیلیشن، ما این کامپیلیشنی که خودمون بار قبل وارد کردیم تو فلوید مدل میتونیم اینجا که اومدیم سیال تعریف کردیم از طریق نیو میتونیم تو ادیت بریم و اینجا میگه اگه من چیز ممکن رو سیال تاثیر بذاره میخوای این کار رو انجام بدی، ما میگیم باشه انجام بده برامون. این الان برای ما میبینیم که سفر رو میاره اونجایی که میخوایم سیال رو بخوایم کالیبره کنیم دیتاشو. یه راه دیگه شون اینو میبندم، یه راه دیگهش اینه که تو قسمت هوم اگه وارد شیم تو فلوید منیجر بلک اویل رو که بزنیم اینجا سیالی که ما تعریف کردیم قبلا اینجا وجود داره. اگه دوبار کلیک کنیم روش مستقیم میریم به اون صفحه‌ای که سیالات رو ما وارد کردیم و دیتاشو وارد کرده بودیم. حالا ما میخوایم کالیبراسیون انجام بدیم. اولین کاری که میکنیم داده های ویسکوزیته هم از طریق آزمایشگاه ما میتونیم به دست بیاریم. حالا ما میخوایم اینجا داده های ویسکوزیته رو هم با هم بررسی کنیم که ببینیم داده های ویسکوزیته چطوری هست. یه نکته مهم و خیلی ضروری رو تو نرم افزار پایپسیم اینه که هلپ نرم افزار خیلی کمک میکنه به ما. هلپ نرم افزار رو هر مرحله اگه علامت سوال رو بزنیم تو هر قسمتی که باشیم هلپ اون قسمت مستقیما باز میشه. یعنی اینجا به فرض ما تو ویسکوزیته که هستیم میخوایم ببینیم اینایی که اینجا هستن چه آیتما، یعنی اگه بخوایم با اونا آشنا بشیم هلپ نرم افزار رو میزنیم. به فرض من میخوام این under saturated oil بدونم چیه، لایف اویل چیه، dead oil چیه، این قسمت میکسچر چه چیزایی داخلش هست و چه چیزیه. این که میبینیم که اگه اینجا بزنیم مستقیما هلپ اونجا میاد که ببینیم کورلیشن ها رو تعریف کرده برامون که هر کورلیشنی مربوط به چه قسمتیه. به فرض اینجا under saturated oil viscosity رو اومده گفته زمانی که فشار بالاتر از بابل پوینت باشه و هیچ فاز آزادی ما نداشته باشیم مربوط به گاز و اون میشه، یعنی فشار بالاتر از فشار بابل پوینت باشه. همونجوری که میبینید زمانی که این حالت باشه نفت هر چقدر گاز باشه رو میتونه در خودش حل کنه. وقتی که لایف اول ویسکوزیتی باشه زمانی که گاز آزاد بشه از نفت، یعنی یه مقداری از گاز نفت محلول در نفت آزاد بشه، اون موقع بهش میگیم لایف. اگه همه گاز آزاد بشه نفتی که هیچ گازی نداشته باشه تو محلول در خودش رو بهش میگیم نفت مورد یا دد اویل ویسکوزیتی. میبینیم که اینجا هم گفته چه کورلیشنالی مخصوص به این دد اویل ویسکوزیتی هستن. یه چیز دیگه هم درباره اون اویل واتر میکسچری بود که تعریف شده بود در یک قسمت از نرم افزار. زمانی که ما اویل و نفت و آب با هم دیگه داشته باشیم، یعنی زمانی که هر دو تا سیال غیر قابل حل هم داشته باشیم، یه امولسیون تشکیل میدن که یه فاز
با توجه به درصد اون فاز. یه فازمون میشه فاز پیوسته و یه فازمون میشه فاز ناپیوسته یا فازی که دیسپرس شده، یعنی به صورت قطره قطره تو فاز پیوستمون وجود داره. برای اویل و واتر میبینیم که میاد میگه از یه درصدی بیشتر آب اگه بیشتر بشه، معمولا اون موقع از این درصد، یعنی اگه سچوریشن آب بین 55% تا 70% واتر کات داشته باشیم، فاز آبمون میشه فاز پیوسته و یه چیزی که تعریف میکنن به اسم کاتاف تعریفش میکنن، یعنی اون درصد رو به عنوان کاتاف در نظر میگیرن که ما باید تو نرم افزار اینو وارد کنیم. حالا من هلپو میبندم و مقادیر ویسکوزیته رو وارد میکنم. تو اینجا ویسکوزیته آندر سچوریتد اولمون رو میگیم میخوایم از معادله، اگه بیو بزنیم میخوایم از معادله برمن و ساتن استفاده کنیم، انتخابش میکنیم. لایو اولمون رو همونجور نگه میداریم. کورلیشن که مربوط به دد اویل است، اینجا میبینیم میتونیم هم کورلیشن وارد کنیم و هم میتونیم خودمون اگه تو آزمایشگاه اندازه گرفته باشیم. به فرض ما اینجا میگیم میتونیم اگه اینکه به صورت تیبل داشته باشیم و تو دماهای مختلف اون رو اندازه گرفته باشیم، خب چه بهتر. ولی ما اینجا تو دو نقطه داریم، میایم یوزر تو پوینت رو انتخاب میکنیم، تو دو نقطه یعنی تو دو تا دما اندازه گرفتیم و میخوایم مقادیرش رو وارد کنیم. تو دمای اول تو دمای 200 درجه اندازه گرفتیم، ویسکوزیته 1.5 بوده و تو دمای 60 درجه مقدارش رو اینجا تو این مثال 10 وارد میکنیم. اینجا هم تو قسمتی که گفتم میکسچر اگه باشه تو امولسیون میایم از معادله برینکمن استفاده میکنیم و تو قسمت اون مقدار واتر کاتی که بعدش گفتیم که اون کاتاف رو تشکیل میده و یعنی فاز آب میشه فاز پیوسته رو گفتیم بین 55 تا 70، اینجا ما 60 وارد میکنیم. حالا میخوایم بریم به سربرگ بعدی یا همون کالیبراسیون. با توجه به داده هایی که از نتایج آزمایشگاهی به دست آوردیم میایم مقادیر رو وارد میکنیم. میبینیم که 3 حالت رو برای ما در نظر گرفته: بالای بابل پوینت، تو بابل پوینت، خود در بابل پوینت یا زیر بابل پوینت مقادیر رو وارد میکنیم. تو بالای بابل پوینت مقداری که برای بی او به دست اومده برابر با 1.18 رو وارد میکنیم. پرشر رو 3000 وارد میکنیم. دما رو هم ما میخوایم چیزایی که به دست میاریم رو به دمای مخزن، یعنی میخوایم تو دمای واقعی، نه دمای آزمایشگاهی، تو دمای واقعی برامون محاسبه کنه. کالیبراسیون رو بر اون اساس انجام میدیم. فشار نقطه بابل 2100، بازم ما میخوایم تو اون دما محاسباتمون رو انجام بدیم و نتایج رو داشته باشیم. سچگس یا همون نسبت RS که به دست اومده و 500 میذاریم. مقادیری هم که در زیر نقطه بابل به دست اومده به این صورت واردشون میکنیم. ویسکوزیته مربوط به نفت زنده رو هم وارد میکنیم، 1.1 سنتیپویز تو فشار 2100 و دمای 200 درجه فارنهایت اندازه گیری شده. اینا نتایجی هم که از آزمایشگاه به دست اومدن و گزارش شدن. معمولا هر چایی رو که ما میریم آنالیز میکنیم حتما یه نمونه سیال رو هم میگیرن و به آزمایشگاه میدن تا با استفاده از تست‌های آزمایشگاهی که وجود داره نتایج اونا رو به دست بیارن و بتونیم با اون شبیه سازی رو انجام بدیم. مقدار زد هم 8 به دست اومده و دما رو هم 200 وارد میکنیم. یه نکته که اینجا هست، میتونیم ما اینجا گزینه سیو از تمپلیت رو بزنیم. نرم افزار اگه این گزینه رو بزنیم، نرم افزار برای ما این سیال رو تعریف میکنه. یعنی ما اگر به عنوان یک کاتالوگ در نظر میگیره، بعدا اگه بخوایم یه جای دیگه از همین سیال استفاده کنیم میتونیم بیایم اون رو انتخاب کنیم از درون کاتالوگ. الان این سیال برای ما انتخاب شده. همونطور گفتم اگه اینجا کاتالوگ رو انتخاب کنیم، اون سیال حتما برای ما تو قسمت سیال میبینی که سیالی که ما انتخاب کردیم اینجا برای ما وارد شده. حتی میتونیم ما یه چاه، یعنی اگه یه چاه رو تعریف کنیم میتونیم اون چاه رو هم بیاریم اینجا انتخاب، یعنی به عنوان تمپلیت سیو کنیم و بعدا از اون استفاده کنیم. حالا میریم یه بار دیگه ما ران میگیریم و نتایجمون رو مقایسه میکنیم با حالتی که
که کالیبراسیون رو انجام نداده بودیم. نودال آنالیسیس رو انتخاب میکنیم، فشار خروجی 300 میذاریم و ران میزنیم. همونطور که میبینید مقداری که اینجا به دست میاد از نقطه برخورد IPR و TPR 8178.5 بشکه در روز میباشه. اگه دقت کرده باشیم قبل از اینکه تیون کنیم دیدیم که مقدار حدود 8800 بود. میبینیم که تفاوت کالیبراسیون چقدر تاثیر داره. حدود 700 بشکه میبینیم که اختلاف هست بین چیزی که قبل از کالیبراسیون بود و بعدش که ما با استفاده از داده های PVT کالیبراسیون کردیم. پس نتایج کالیبراسیون خیلی اهمیت دارن. هر چقدر که کیفیت داده هامون بهتر باشه، نتایج ما دقیق تر و عدم قطعیت توش کمتر و ما میتونیم با اطمینان بیشتری به این نتایج استناد کنیم و شبیه سازی های آینده ای که میخوایم روی چهار رو انجام بدیم رو هم میتونیم با خیال راحت تری انجام بدیم. پروفایل پرایت رو هم اینجا میبینیم که مقدار همون دبی که به دست اومده 8178 و نیم تقریبا بشکه در روز میباشه. اگه اینجا شوگرید رو هم بزنیم میتونیم داده ها رو به صورت جدولی داشته باشیم، داده های مختلفی که از جمله فشار، دما. مثلا میتونیم اینجا بگیم دما، ببینیم زمانی که تهچا بودیم دما 200 بود، خودمون تعریف کردیم براش. هر چقدر میبینیم که لحظه‌ای که سیال به درون مشبکه میاد یه مقداری دما افزایش پیدا میکنه، بعد از اون دما دوباره در طول مسیر چاه کاهش پیدا میکنه. زمانی که به 100 میرسیم دما اینجا حدود 134 درجه فارنهایت میشه. میبینید که در مسیر چاه چجوری بوده که دما کاهش پیدا کرده. اینجا هم رژیم جریانی رو میتونیم ببینیم که رژیم جریانی بابل بوده. از این نقطه میبینیم که حباب‌های گاز آزاد شدن. اینجاست که میتونیم بگیم در چه عمقی ما حباب‌های گازمون آزاد شدن. در اینجا رژیم جریان اینجا بابل بوده و بعد دوباره رژیم جریان اسلاگ میشه. رژیم جریان بابل یعنی اینکه قطرات نفت باشه و قطرات گاز، حباب‌های گاز به درون فاز نفت که پیوسته است. اگر این گاز به هم پیوسته بشن و حباب‌ها بزرگتر بشن، جریان به صورت جریان اسلاگ تشکیل میشه. پس اینجا نتایج اهمیت داده ها و کالیبراسیون کردن نتایج PVT رو هم دیدیم. همینجا این ویدیو رو هم تموم میکنیم. انشالله که مفید بوده باشه. خدا نگهدار.